شما مسئول ببینن رنگ ناخن فقط مهمترین مورد اون رنگ ناخن و یه به رنگ‌های مختلف آماده کردنش است، بعد از او بسته‌بندی کردنش، پرکاری در داخل قطعه کاش، بعد از او سرپوشش، بعد از او در رده‌های مختلف کار کردن. همیشه بسیار کارزده است که یک 5 نفر در یک خانواده باشن، همگی با هم میتونه که کار انجام بدن. اما مهمترین مورد همه فرمولش است که رنگ ناخن چطور تعیین میدن. اگر یک کسی از هموطنای ما بتونه کار بکنه، به نظر من میتونه که ایده بهتر داشته باشه، داخل یک لقمه نان حلال به خاطر و بهتر به خانواده خود پیدا کنن. شما فکر بکنین یک نفر بتونه هفته 1000 قطعه به بازار عرضه کنن و هر قطعه 30 افغانی سودا بکنن و یا بیشتر از او که در امروزه بازار من نفهم، شاید 50 روپا باشه، شاید 40 روپا باشه، شاید هم نظر به کیفیت رنگ ناخن در افغانیان باشه که ما خودم میزم در افغانی است، اما برمیگرده به کارگرش. پس در یک خانواده هم 6 نفر میتونه که ایره تهیه بکنه و بسته‌بندی مسئولش بکنه. اینا هم یک ایده یا طرح دیگه کدام هموطن ما خود پیدا شد که لقمه نان حلال به خانواده خود از این مدرک هم به دست بیاره